دوستان امروز اومدیم با یه گیم پلی دوئل با امیرعلی لینک کانالش رو میذارم توی دیسکریپشن. آقا امیرعلی سلام. من امیرعلی داتن هستم و امروز اومدیم با رادوین جیبی اومدیم یه دونه گیم پلی جیبی نه جیبی. اگه میبینین در حال حاضر لول بند کم است چون اکانتم پاک شد و دارم سعی میکنم لولمو به 350 برسونم. خیلی خوب، کاری نداری. لوداتتو چیدی؟ بذار ببینم. دارم الان دوئل اسنایپ بود. بله دوئل اسنایپ. بچه ها لطفا چنل منو دنبال کنی، من بدبخت بیچاره رو دنبال کنی. بدبخت بیچاره رو دنبالش کن. خب من الان 64 تا دنبال کن، 64 تا دنبال کن برو قرآن برسونی منو به ردی کن بریم. دانلودش نداری؟ 2000 years later. بریم ببازونمت. یه امیرعلی یه امیرعلی زمانی منو میبازون. حالا میگی من چرا با لپتاپ بازی میکنم؟ میخوام انتقام کسایی که به من گفتن نوبو بگیرم و کسایی که اینقدر منو زدن رو بگیرم. ببین رازی بله. گیم پلی اگه شدم یعنی کلن منو موز ببینیم منم میزنم لپتاپ موز چرا بوزت میکنم. سوسیسم کن اصلا. بوزت میکنم. سوسیسم نه. بوز ببین یک جوری میزنم تا موز شی. کجایی؟ بچه ها لطفا این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو دنبال کنید، چنل رازوین رو دنبال نکنید. بیا بزن دیگه آور خودتو داری میبری. وای وای من وقتی تو ویدیو میام بازی میکنم گل میزنم. چرا اینقدر وول میخوری تو؟ بریم ببازونمت. نه نیاز نکردم. با لپتاپ به نظرم راحت‌تره. آقا تو کامنت ها بگید آیا با لپتاپ بهتره بازی کنید یا با گوشی؟ به نظر من با سوسیس. باشه ربطی داره. منم الان سوسیست میکنم. سوسیس بندرید. یه لوداتی میچینم. اگه مامانت بودم و با هم بازی میکردیم این نایفی که الان بچه ها میبینن پرت میکردم تو سر نایف میگن این آچاره که پرت میکنن. کانال روبیک رازوین رو دنبال کنید. با این چه اسنایپت خیلی مزخرفه زدم. ربطی داشت خب معلومه وقتی مزخرف باشه منو میزنی. اینو بکشش امیرعلی. بکشش امیرعلی. اینو بکشش. مرسی. وایسا من خوب اشتباهی توفنگات چی برداشتم نمیسم. وایسا نه بیا چقدر بده این. ریلود
چرا اینقدر اتشمنت تو بده؟ ریلود نمیکرد زده بودم تو. این فنا کمکم کنی. چرا رادوین فنا؟ امیرعلی فنا. امیرعلی به فنا رفته. امیرعلی به فنا رفته. سوسیس موز نه موز. سوسیس خوردنیه. اصلا کالباس. سوسیس کالباس. سوسیس تخم مرغ. من چی نوعی میگم؟ بچه بازی جلو همه. امیرعلی جان کجای شما؟ در حال حاضر قایم شدم. نه چجوری داری بوم؟ مگه بوم حساب یه دمیج. میامت حالا میامت وایسا. طلا و بتل پسی. دایمن که دارم میکنمش. والا یکی از دوستا من دایمن داره. کدوم دوستات؟ آخه بچه ها نمیشناسم. من همین نمیخوام بگم. بعد ویدیو بهت میگم. بای. تا الان باید والبنگ میشدی. چه جوری داری با اسنایپر لوکاس منو میزنی؟ چیه لوکاس برای فسسکوپ خیلی خوبه. اتفاقا دیل به نظر من بهتره. لوکاس اسکوپش سریعتر باز میشه. الویتون را که اصلا حرف نداره. من با دیل تو باید بزنم. من با دیل خودت باید بزنم. تو هنو با این دیل خودت هم از دست من در نمی از دست من در نمیاد. اگه دنبالم کنیم قول میدم دیلمو میکنم دایموند نه دایمند. با لهجه آمریکایی میشه دایمند. میرسم. تو هیچ وقت بهم نمیرسی. تو بیا ریتون رای گلدم و بردار بعد بیا به من برس. الان با تفنگ الان با دیل رادوین جیبی میام. بچه یعنی نباید میمرد. بچه خدا وکیلی بگه قبول دارین آپدیت کالاف خیلی خوب شد که آپدیت کرد خیلی گزینه های بهتری اومده. تو کامنت ها بگید کالاف قدیم یا کالاف جدید. حتما تو کامنت ها اینم بگید. چته؟ یا الان میزنم. نه ریلودش خوبه نه خود اسنایپت. امیرعلی میشه یه لحظه تو دستمو ببینی؟ یه لحظه وایسا. الان منو میزنی. نه ببین این چیه تو دست من؟ این هر چی هست. اگه مامانت کالاف باز بود فقط با این میزدت. دلیلش خودت میگی. یه سوال دارم. الان با شمشیر رو میتونم بزنم؟ این که اول از اون نایف نبود یه نوع نارنجک بود. چه فرق داشت؟ اگه مامانمون کالاف باز بودن الان همش ما رو با این میزدن مثل دنیای واقعی. تا شما باشی کف زمین نخوابی. یه روزی رادوین رو من 100,000 بار میزدم.
ولی الان رادوین داره 100,000 بار آقا امیرعلی رو میزنه. بله 21 نش. آی اصلا دیگه نباید بخوابم. آخه خوابیدن خیلی بده. چرا بعضی از این چیه؟ فلش بنگ. یو آب بود تو صفم. فلش بنگ لژندری داداش. باش من داشتم. من تو گردونش سایرن اپیک گرفتم که خودم کشتم برای رای تکراری نگرفتم. چرا نمی‌گی؟ خداحافظ من رفتم. دلت بازم امیرعلی جان تو دلت بازم آب میخواد ها؟ نه نمی‌خوام نخوام. چیه؟ نه برو از صفم بیرون. وای دستم درد گرفت. تلخش کردی. میگم هاپومم هستا. نه دیگه اون حساب نمیشه. میدونم هاپون منتظر یه نفر رو بخوره فقط. میگه گوشت امیرعلی خوشمزه تره. چه هدی. خدا وکیلی بچه‌ها چنل منو دنبال کنید که من اینقدر نمیدم. چنلشو دنبال کنین تا یه قدرت بهش بده خدا. الان رادوین 80 و خورده یه من 60 و خورده. 90 خورده. ای رادوین خدا وکیلی ولی از یک چنل واقعا من دنبال کنندم نمیدونم یهو به 52 که رسیدم یهو دنبال کنندم سری رفت بالا شدم 64. مگه فعالیت ما نداشتم؟ خیس شدی امیرعلی؟ خب اگه آب میاد رو صفحت اگر آب میاد رو صفحت پس چطور LCD نمیره؟ LCD نمیسوزه. بله که میشد ولی نه همش. رادوین گیم پلی بعدی گیم پلی بچه کجاست باشه؟ بله چرا تبلتت نمیسوزه با این آب؟ تبلت که نه گوشی عزیزم. و هرچی گوشی گرفتی؟ یعنی آقا منو بکش اینو بکشش این لعنتی بکشش. به تو کی گفت بیای تو بیا بالا خونه تو نخونم تو. میگم اینو بکشش. گوشی جدید گرفتی؟ گوشی چیه؟ جدید که منم بعد ویدیو بهت میگم. نمیخوام بچه ها بفهمن. چرا میگن چه اشکالیه بچه ها بدونم؟ چه کاریه؟ نمیر هوای خوبه. چرا S24 اولترا نخریدی؟ یا مثلا پوکو X3 میگم پوکو X6. الان مگه این نباید والمنگی شد؟ شمشیر کاش میزنن. به قرآنی اگه این کال آف مایتابه داشت من همش تو رو با مایتابه میزدم. مایتابه چیه؟ والا مامانمون اگه با همون بازی میکردن فقط مایتابه برمی داشتن این رو میزدن یا دمپایی بهش اضافه میشد. واقعا دمپایی کفش نمیدونم چی
دمپایی از تو پاش کاش که قابلی از تو آپدیت جدید اضافه شه دمپایی کفشش از تو پاش در بیاره بیاد تو سراغ آدم و بهترین کیلای جهان رو بگیره. من به خودت اومدم. تو به من اومدی؟ آبرومون دادی جلو بچه ها میبری. دی ال منو برداشتی بی ادب. اسنایپر شفنی داری. ای بابا چرا دوباره دمیج خوردید بره. اسنایپر رنگش از توی تورنمنت گرفتم. آقا بهم بعد ویدیو یاد باشه چجوری اسنایپر انقدر قوی میکنی. یعنی چرا انقدر قوی میکنم؟ باید چیکار دارم من دنبالم. یه لحظه وایسا کارت دارم وایسا نایفت میکنم امیرعلی نایفت میکنم وایسا من مگه من نایفت کردم. وایسا یه لحظه وایسا نه این وریشو فینش نمیخوای بزنی. آقا نه برش دار خب آقا چرا نشستم الان. آقا تا تو باشی دیگه منو بر نداری بیاده. من دیگه بدم خوشم میاد برش دار. بکش تا یه مزخرف این دیلو برداری. چرا دیلو بر نداشتی پس؟ دیل خودم بود. مثلا دیل خودت بیاد. چه باهوشیه این. من الان روی دیل خودم وای بیسم تو بیاد. این نیاریش. برش داری موزد میکنم. برش داشتی که. مال منه این. باید اینقدر با چاقو رو من را نیفت. آقا اگه رازبین دیوونه است باید تو کامنت ها بنویسین. الو حالا با اسنایپ زنمت. میزنی؟ بگیر. نزن منو دوباره بده. آخ چه تو بد جاییم زدی. 37 وای بابا سخت شد. ای چرا من نشستم. بگیر. بنازم به امیرعلی فنا لطفا منو دنبال کن تا رازبین رو موز کنم. موز خواهمی الان موز کن خط گیر. الان موز میکنم بایست. نه دلت تو فینیشر میخواد. فینیشر بیایا. ای وای چرا نشستم دوباره. وای ای دارم رد میشه ازش. بگیر. بذار الان میتنم. بیا فقط سمتم. وای گیت شدم. وای رازبین گیت شدم دیگه از این کارا نکن. وای گیت شدم. وای دستم داره میترکه. وای دستم. الو بمیر.
خودت خواستی یا رادوین خودت خواستی یا میزنم واسه چاقوتم بردارم. وای اصلات نایف منو بر ندار بعد میبینی مگه برداشت. ای مردی. وای وای رادوین من شکست رو قبول میکنم. وای دستام توون نداره من شکست رو قبول میکنم. رادوین بده من شکست. وای رادوین لف بده بذار تموم شه یه دقیقه دیگه تموم میشه من دستم دیگه توون نداره. این خب بهش لپتاپ بگو توان داشته بان ای شیر مرد من دیگه به من نگی. آه. نه یعنی مسخرم نکن. خب اینم بعدیش. آخ بمبت خورد تو صورتم. همش هوشه یا اینجا هدشات. یا اینجا تو هدشات. آی وای دوباره میخواد دیوونه بازی در بیاره. رادوین آره دیوونه بازی در میارم دیوونه بازی خوبه دوباره چاقوتو برداشت. چاقوت هم نداره. خودکشی کرد. برنده کی می باشد قبول میکنم. وای خدا. وای چقدر دستم درد. Sniper. وای تو باید استاد و Get down, sniper. چهدی بچه‌ها ممنونم که این ویدیو رو دیدید. لطفاً رادوین رو دنبال نکنید. ها دنبال کنید. ویدیو رو لایک کنید. وای دارم میترکم. برو چیز ایزا رو به مامانت بگو ماساژش بده خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیرعلی موز شد رادوین رو موز کنید. دنبالش نکنید. ارشیا هم تو بازیه نمیدونم چی کار کنه اون تو مرسی اینکه این ویدیو رو دیدید. لطفاً چنل روبیکای من رو دنبال کنید. حالا به رادوین میگم تا لینکشو بذاره. چشم و و چنل یوتیوبمونم لطفاً دنبال کنید. یوتیوب یعنی توش ویدیو خیلی نمیذارم یعنی ویدیوهای شورت ویدیو میذارم. حالا به رادوین میگم تا شورت ببخشید شورت زیری یا شورت یوتیوب شورت یوتیوب شورت یوتیوب کجاشه بابا ویدیوی کوتاه هست. آها مرسی اینکه این ویدیو رو دیدید و حالا لطفاً لینک کانال چنلم هم حالا رادوین میذاره. دمتون گرم که این ویدیو دید. رادوین تو حرفی داری؟ منم میخوام بگم که دمشون گرم که ویدیو رو دیدن و لایک بکنن سابسکرایب بکنن و خدا حافظ. خدا حافظ